احمدی چند کیسه گندم بر پشت کلاهش گذاشته بود و بخواست سیاه میبرد. در راه به قهوه خانه رسید. کلاه را به درختی بست و به قهوه خانه رفت. وقتی بیرون آمد الاغش نبود. در حالی که به دنبال الاغ میگشت چشمش به پسری افتاد. از او پرسید: الاغ مرا ندیدی؟ پسر پرسید: همون که چشم چپش کور بود، پای راستش میلنگید و بار گندم میبرد. مرد خوشحال شد و گفت: نشانه هایش درست است، آن را کجا دیدی؟ پسر جواب داد: من الاغ ندیدم. مرد خشمگین شد و پسر را پیش حاکم برد. حاکم گفت: پسر جان، اگر تو الاغ را ندیدی چطور نشانه هایش را دادی؟ پسر گفت: من فقط خوب نگاه کردم و با آنچه دیدم کمی اندیشیدم. سر راه هم رد پای الاغی را دیدم که جای پای راستش کمتر از جای پای چپش کود افتاده بود. فهمیدم پای راست الاغی که از اینجا گذشته لنگ بوده است. علفهای سمت راست جاده خورده شده بود، اما علفهای طرف چپ دست نخورده مانده بود. از اینجا فهمیدم که الاغ علفهای سمت چپ را ندیده است. به همین دلیل حدس زدم چشم چپش کور بوده است. از دانه های گندمی هم که روی زمین ریخته بود فهمیدم بارش گندم بوده است. حاکم به هوش و فهم پسر آفرین گفت و مرد از او معذرت خواست.